دریل شارژی یا دریل برقی کدومش برات مناسب تره؟ بیا در ادامه بهت بگم. اولین سوال اینه که در کدوم رده مصرف کننده هستین؟ دست مهندسین برقکار و تأسیسات و نجاری و غیره که خودشون با توجه به نوع فعالیتشون دریلی که مناسب هست رو انتخاب و استفاده میکنن. ولی اگه شما در قسمت مصرف کننده خانگی هستین، پیشنهاد ما دریل های برقیه. حالا چرا؟ بیا تا بهت بگم. در ارتباط با دریل های شارژی یکی از اصلی ترین دلایل باتری های لیتیومیه که اگه به طور مداوم استفاده نکنید ازشون ظرفیت مفیدشون رو از دست میدن. پس باید به صورت منظم شارژ بشه و نسبت به دریل های برقی حساس‌ترن و باید در آب و هوای مناسب و دور از نور مستقیم خورشید باشن. دریل های برقی قدرت بالاتری دارن و نسبت به دریل های شارژی برای مصارف خانگی قیمت مناسب تری دارن. اما خب دریل های شارژی هم خوش‌دست‌تره و نیاز به برق نداره و هر جایی که باشید قابل استفاده. این دریل برقی که تو دستم میبینید یکی از سبکترین و خوش‌دست‌ترین دریل های برقی رونیکسه. اگه دوست داری بیشتر راجبش بدونی زیر همین پست برام کامنت بذار.